سلام. شاید نزدیک حدود 25 ساله که یک تابلوی نقاشی در دیوار اتاق پذیرایی منزل من نصبه. تاثیر همین تابلو هم باعث شد که به هر صورت من اون مجموعه آموزش فارسی و ریاضیات دوره ابتدایی، آموزش علوم دوره ابتدایی و بعدش هم نگاهی به ریاضیات دوره ابتدایی رو خدمت دوستان تقدیم میکنم با همین به اصطلاح تصویر، برای اینکه اختیار کودکان کار و به هر صورت کسانی که به هر دلیل از تحصیلات ابتدایی محروم بودن. چند روز قبل یک آشنایی که خیلی سالم بود من ندیده بودمش آمد منزل ما. وقتی که چشمش به این تابلو افتاد برگشت با یک حالتی به من گفت تو هم چپی ها. خب این مطلب و همین عنوان چماق چپ بودن که بعد از اون کار ویدئوی نگاهی به شاهنامه فردوسی از نگاهی دیگر که من مدت قبل منتشر کرده بودم، اونجا هم بلافاصله این چماق چپ بودن و خلاصه عده‌ای بر سر ما کوبیدند، در حالی که همونجا با یک ویدیو بلافاصله پاسخی دادم و در زیر همون توضیحاتی که برخی نوشته بودن توضیح دادم که من نه چپم نه راستم نه شرقی نه غربی، از هیچ کدومم خوشم نمیاد، از چپ هم که اصلا خوشم نمیاد. داستان چپ اینه که از کجا شروع شد. یک روزگاری چپ بودن، چپ ها خودشون یک به اصطلاح گرایشی داشتن به عدالت اجتماعی و این تشکیلات، نمایندگانی که در مجلس چنین گرایشاتی داشتند در سمت چپ مجلس می نشستن، بنابراین به چپ ها معروف شدن. داستانی داشت، ولی به هر صورت در طی سالیان سال و روندی که طی کرد، به هر صورت الان ما به جایی رسیدیم که متاسفانه چپ ها در واقع به دلیل اینکه اگر هم دست می‌ذارن روی یک سری مفاهیمی به اصطلاح در ارتباط با عدالت و برابری و انسانیت و این تشکیلات، ولی متاسفانه این کار رو گزینشی انجام میدن و در راستای اهداف خاصی و این باعث میشه که عملشون بسیار بسیار زشت باشه. چرا؟ برای اینکه فرض بفرمایید که در یک کشوری، در یک جایی، یک نفر در اثر یک پدیده ظالمانه غیر انسانی کشته بشه، اتفاقی براش بیفته. بسیار خوب، این رو در بوق و کرنا میکنن. اما اگر همین اتفاق در یک جای دیگه بیفته که باعث بشه 100,000 نفرم کشته بشن، اگر در راستای اهداف و مثلا تمایلات اینها نباشه، روشون برمیگردونن، به هیچ عنوان به این قضیه نگاه نمیکنن. چرا؟ چون گزینش میکنن. به این دلیل منفور هم واقع شدن. به همین دلیل الان مثلا چپ بودن واژه مثلا مطلوبی دیگه به نظر نمیاد، به دلیل عملکرد خود چپ ها که دیگه اگر راجع به یک سری مفاهیم عدالت و نمیدونم برابری این چیزا صحبت میکنن، اما گزینشی عمل میکنن. خب به این دلیل من تصمیم گرفتم که یک توضیحات مختصری خدمتتون بدم. این توضیحات رو قرار بدم در اول همون ویدئوی شاهنامه فردوسی از نگاهی دیگر، تا به این شکل که اول بریده هایی از صحبت های خودم رو در اون ویدئو که کاملا نشون میده من نه تنها چپ نیستم، دارم ضد چپ صحبت میکنم، نه تنها طرفدار احمد شاملو نیستم، بلکه دارم بر علیهش نقدش میکنم از حرف زشتی که راجع به شاهنامه زد، از حرف زشتی که راجع به موسیقی زد، از دیدگاه های زشتی که راجع به یک سری مسائل فرهنگی داشت. به هیچ عنوانم شاملو رو دیدگاه های سیاسیش و یک سری مسائل و کارهایی که کرد مثل بسیاری از طیف چپ به هر صورت ایران به هیچ عنوان تایید نمی کنم. این هم صحبت الان من نیست. در حدود 18 سال پیش، در سال 1186
من در کار صوتی از رودکی تا حافظ در ارتباط با این قضیه صحبت کردم. اما اینکه ما الان به راحتی با نوشته ها و گفته های 1000 سال پیش خودمون ارتباط برقرار میکنیم، دلیلش وجود شاعر نابغه‌ای بود که در زمان لازم و شرایط لازم در صحنه حضور داشت و تونست اون شاهکار بزرگ ادبی تاریخی خودش یعنی شاهنامه رو خلق کنه و علاوه بر حفظ روحیه و زبان و تاریخ و ملت خودش، اندیشه های خودش رو هم در لابلای اون مطرح کنه. سخنانی که محتوا و مشابه اونها رو در اندیشه و اشعار سایر بزرگان بعد از فردوسی به وضوح میشه دید. اما افسوس که ما قدر این بزرگمرد تاریخ خودمون یعنی فردوسی رو نمیدونیم و صد افسوس که برخی افراد که منشأ خدماتی هم بودند رساله روشنفکری خودشون رو حمله و توهین به این بزرگمرد ایران قرار میدن که مطالب مفصلی در این مورد در پایگاه هم وجود داره و نمیخوام اینجا وارد اونا بشم. ببین فردوسی خودش چقدر زیبا پیش بینی چنین روزهایی رو کرده بود. ز ایران و از ترک و از تازیان، نژادی پدید آید در میان. نه دهقان نه ترک نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. همه گنج ها زیر دامان نهند، بکوشند و کوشش به دشمن دهند. چنان فاش گردد غم و رنج و شور، که شادی به هنگام بهرام گور. پدر با پسر کینه سیم آورد، خورش کشک و پوشش گلیم آورد. بداندیش گردد پدر بر پسر، پسر بر پدر همچنین چارگر. ز پیمان بگردند و از راستی، گرامی شود کژی و کاستی. کشاورز و جنگی شود بی هنر، نژاد و هنر کمتر آید ببر. رباید همی این از آن از این، ز نفرین ندانند باز آفرین. به گیتی کسی را نماند وفا، روان و زبانها شود پر جفا. بریزند خون از پی خواسته، شود روزگار بد آراسته. زیان کسان از پی سود خویش، بجویند و دین اندر آرند پیش. اما این مانع از این نیست، همونجوری که همیشه گفتم، اینکه اون بخش درست گفتار یک شخصی رو هم به هر دلیلی، چپ باشه، راست باشه، شرقی باشه، غربی باشه، اون رو هم بخوایم منتفی بدونیم. ببینید یک شخصی ممکنه 100 جمله گفته باشه، 99 تاش مغرضانه و غلط و هر چی که بگید باشه، اما یکیش درست باشه. ما نمیتونیم بگیم اون 100 تاش هر 100 تا رو بکوبیم. موظفیم اون یک دونه درست رو بگیم، این یک دونه رو، با وجودی که آدمی که گفته که این آدم را قبول ندارم به این دلایل، ولی این حرف درسته. در ارتباط با شاهنامه من دیدگاهی رو در اون ویدیو مطرح کردم که این دیدگاه یک دیدگاه کلی است راجع به این قضایای حماسی که به این شکل چه در فرهنگ به اصطلاح باستانی ما، چه در فرهنگ چین، ژاپن، نمیدونم یونان و همه کشورهایی که به هر صورت سابقه ای دارن، اینها کشورهای دارای سابقه طولانی، اینها داستانهای اسطوره‌ای دارن، فرهنگ اسطوره‌ای دارن. من یک نگاه کلی به همه اینها کردم، منتها چون داریم با فارسی زبانهای خودمون صحبت میکنیم، بنابراین مثالش هم از شاهنامه آوردم. در عین اصطلاح احترام بسیار بسیار که برای فردوسی و شاهکار عظیم شاهنامه قائل شدم، نگاهی مثبت همراه با احترام بسیار برای فردوسی و ارزش بسیار برای شاهکار بی‌نظیرش شاهنامه در حفظ تاریخ اسطوره‌ای ایران و حفظ زبان پارسی، انتقادی سخت و همراه با استدلال از احمد شاملو در حمله به این اثر با ارزش ادبی، فرهنگی و تاریخی، اما در این حال نگاهی متفاوت به دیدگاه‌های اسطوره‌ای تمام فرهنگ‌های بشری در طول تاریخ تاکنون، از جمله دیدگاه‌های اسطوره‌ای فرهنگ سرزمین خودمان، نه با دیدگاه راست و نه با دیدگاه چپ، نه شرقی و نه غربی، بلکه با دیدگاهی انسان محور، عقلگرا
و به دور از تأیید هر جبر و خشونتی برای گسترش عقاید و باورهای فلسفی و مذهبی و اجتماعی از جانب هر مردمی و هر سرزمینی و در هر مقطعی از تاریخ بشریت در گذشته، حال و آینده. و نیز نگاهی به حکومت مورد نظر من در شهر خیالی رؤیاهایم که نه از جمهوری‌های رایج فعلی است و نه از پادشاهی و سلطنتی‌های گذشته و یا پارلمانی‌های فعلی. و آنچه از شما می‌خواهم ابتدا شنیدن تمامی این گفتار و سپس قضاوت در مورد آن. منتها دوستان عزیز، چون متاسفانه ما در دوره هم هستیم که کتاب خواندن که تقریبا به کلی منتفی شده، خواندن به اصطلاح فایل های متنی هم به دلیلی که تقریبا اکثریت مردم دیگه فقط از صفحات کوچک گوشی استفاده میکنن، فقط قشر کوچکی از افراد هستن که به دلیل ارتباطی که با کامپیوتر دارن با صفحات بزرگ، حالا کامپیوترهای رومیزی یا لپتاپ ارتباط دارن، اونها حالا ممکنه یک فایل پی دی اف طولانی، متن طولانی هم بخونن، ولی معمولا دیگه اکثریت مردم فقط با گوشی سر و کار دارن، نوشته های کوتاه و یا ویدیوهای 3 دقیقه‌ای. و میدونید که متاسفانه یکی دو بارم در همین ویدیوهای تحت عنوان نمیدونم در این استا دیدم و این صحبتات راجع به صحبت کردم که با چند مطلبم خوندن در شبکه‌های اجتماعی متاسفانه احساس میکنیم که حالا با یکی دو تا ویدیوی 3 دقیقه‌ای در یک زمینه هم دیگه کاملا صاحب نظر هستیم و دیگه اطلاعات کافی رو داریم. به هر صورت به این دلیل که متاسفانه مردم ما هم شدن دانشون از طریق ویدیوهای 3 دقیقه‌ای و مطالب کوتاه به دست میاد و اصلا دیگه تقریبا حوصله خوندن مطالب بزرگ رو ندارن. بنابراین من الان مدتی است که در زمینه کارهای دیگه هم دیدید اینها رو شروع کردم به کوتاه کردن و جمع جور کردن و مختصر کردن و برخی هم که بشه به صورت فایل صوتی در بیاری به شکل فایل صوتی. بنابراین این مطلب در ارتباط با شاهنامه فردوسی رو هم کمی خلاصه ترش میکنم، چون در 2 قسمت بود. سعی میکنم حالا یا در 2 قسمت کوتاه‌تر یا در یک قسمت این رو خدمت دوستان تقدیم میکنم که افراد کم حوصله‌تر هم راحت‌تر بتونن استفاده بکنن و همچنان به صورت فایل صوتی هم در اختیارتون میذارم. اما همونجوری که گفتم بریده های از اون ویدیو رو که نشون میده که اصلا دیدگاه من چیه و این افرادی که بلافاصله چماق چپ رو بلند میکنن و نخوانده مطلب قضاوت میکنن، اینها دست کم ابتدا اون تیکه ها رو بشنون و ببینن که من چه چیزی رو به اصطلاح دارم میگم و از چه دیدگاهی دارم صحبت میکنم، بلکه یک آرامش پیدا بکنن و قبول بکنن که مطلب رو تا انتها گوش بکنن. اگر مطلبی که صحبت میکنم درست بود استفاده بکنن، اگر هم اشکال بود با استدلال من رو آگاه بکنن. به هر صورت این توضیح رو گفتم به دلیل همین اتفاقی که برای این تابلوی نقاشی افتاد و مطلبی که در ارتباط با مطلب شاهنامه پیش اومده بود، گفتم خدمتتون یک توضیحی بدم. نکته بعدی اینه که راجع به هر شخصی، چه فردوسی چه هر شخص دیگری، اگه بخوایم صحبت بکنیم و قضاوتی بکنیم باید اون رو در شرایط زمان خودش هم در نظر بگیریم. ببینید فردوسی در 1000 سال قبل مثل بسیاری از مردم جهان در اون زمان چیزی جز حکومت پادشاهی و سلطان و فرعون و نمیدونم به هر صورت این قضایا چیزی رو نمیشناختن. نگاه نکنید که حالا ما بعد از 1000 سال از فردوسی حالا شرایطی رو دیدیم، ارتباطات انسان‌ها با هم زیاد شده، تجربه‌ها زیاد شده، تجربه‌ها با هم منتقل شده. این انتقال تجربه‌ها خیلی مهمه درباره رفتن فرهنگ. چند انقلاب فرهنگی مهم در دنیا رخ داده. نمیدونم الان رسیدیم به جایی که حالا به هر صورت حکومت‌های مختلف نمیدونم تفکیک قوا، استقلال قوا، این چیزها در دنیا مطرح شده. در زمان فردوسی کسی از این چیزها اطلاعی نداشت. اون چیزی که مطرح بود فقط قدرت حکومت پادشاهی و سلطنت بود و سلام. بنابراین باید این رو در نظر بگیریم که فردوسی به هر صورت
با شرایط زمان خودش هم داره راجع به این قضایا صحبت میکنه، یا وقتی که راجع به یک سری مسائل مثلا فرض بفرمایید در یک بخشی از همین صحبت‌ها شاملو اشاره میکنه که شما برید چند صفحه اول شاهنامه رو بخونید ببینید دیگه بقیه داستانش چیه. خب ببینید شما وقتی که درست میگه، شما وقتی که بیاید چند صفحه اول شاهنامه رو بخونید میبینید که طبق روال اون زمان و افکار و باورهای آن زمان خب نویسنده شروع کرده اول نمیدونم از ستایش یزدان و این تشکیلات، بعد میاد نمیدونم به ستایش خرد، بعد میره نمیدونم راجع به پیدایش جهان و نمیدونم این تشکیلات صحبت میکنه، پیدایش ماه و زمین و این تشکیلات. خب انتظار که نباید داشته باشیم که حالا تو اون شرایط فردوسی راجع به مهبانگ و کهکشان‌ها و نمیدونم جهان‌های موازی و کوانتوم و این چیزا صحبت بکنه. اینها مال الان عصر ماست. فردوسی هم در اطلاعات اون زمان رو داره صحبت میکنه. خب 1000 سال قبل شخصی به نام فردوسی تصمیم میگیری که در اون شرایط 1000 سال پیش که احساس میکنه دیگه خیلی چیزا داره از بین میره، تصمیم میگیره که کتابی رو که در واقع به دستش رسیده بود و این تاریخ افسانه‌ای، تاریخ اسطوره‌ای مربوط به این سرزمین و همچنین تاریخ غیر اسطوره‌ای، تاریخی که به هر صورت دست به دست مکتوب نقل شده به ویژه از دوره ساسانیان به بعد رو، اینها رو همه رو گردآوری بکنه در یک اثر ثبت بکنه، اما کاری بکنه که این اثر جاودان بمونه. خب در اون زمان راه بسیار خوبی که به درستی به ذهن فردوسی میرسه اینه که این کتاب که وجودم داشت، فقط فردوسی در واقع اون رو کامل میکنه، اطلاعات رو در واقع میره میچرخه پیدا میکنه، این برابر میکنه، این کتاب رو به جای اینکه به نثر منتشر بکنه و باز یا به عبارت درست‌تر باز نشر بکنه، اینو به نظم در بیاره. چرا؟ چون شعر بسیار راحت در حافظه مردم میمونه و مردم شعر رو به راحتی حفظ میکنن. میبینید ما خودمونم الان شعر رو بسیار راحت‌تر حفظ میکنیم و در خاطر نگه میداریم. بنابراین تصمیم میگیره که این کتابی که وجود داشته، یعنی شاهنامه ابومنصوری، این رو که بخشش رو هم شاعر دیگه‌ای به نام دقیقی قبلا شروع کرده بوده و به نظم در آورده بوده، فردوسی میاد این رو تصمیم میگیره که با استعداد خارق‌العاده‌ای که در امر ادبیات و سرودن شعر داشته، تصمیم میگیره که این رو بیاره و به نظم در بیاره. بنابراین تمام زندگیشو و سرمایه و ثروتش رو صرف این میکنه که بره با کهنسالان گفتگو بکنه، اطلاعات از این بر از اون بر در بیاره و تمام اینها رو در یک جا و به صورت کتاب شاهنامه فردوسی به نظم منتشر بکنه. تقریبا و یا شاید بگم دقیقاً کاری که خود آقای شاملو در زمان حیاتش در همین قرن جاری انجام داد. یعنی اومد کلی زحمت کشید، تحقیق کرد این بر اون بر و ضرب المثل ها، داستان های عامیانه، فرهنگ عامیانه، همه اینها رو از جاهای مختلف گردآوری کرد و اینها رو در یک مجموعه حدود 14 جلد کتاب به نام کوچه منتشر کرد. خب کار بسیار با ارزشی هم است، چون اینها بالاخره باید بمونه، آیندگان بتونن دسترسی داشته باشن، یا حتی خود ما در حال حاضر که آقا این ضرب المثل ریشش چی بوده، اینو برای چی گفتن، این قصه چی بوده، اون چی بوده، کی چی گفته. خب حالا اگر میشه با آقای شاملو الان ایراد گرفت که آقا این ضرب المثلی که شما توی این توضیح دادی یا این مسئله جفنگی که مثلا وجود داشته، مردم در کوچه و خیابان برای همدیگه میگفتن تو اینو اینجا گذاشتی، تو نمیدونم آدم بدی بودی، آدم خائنی بودی، فلان بودی، مزخرفات چی اینجا نوشتی، اگر این درسته، اشکالی که آقای شاملو هم به فردوسی میگیره درسته. ما میتونیم بیایم به شاملو این اشکال بگیریم؟ نه، منطق به ما میگه که نه، شاملو چیزی رو جمع آوری کرده، گذاشته که حفظ بشه، که بدونید که اینها چی بوده و مردم چی میگفتن، درست میگفتن، غلط میگفتن. مثل کسی میمونه که فرض کنید الان بخواد تاریخ نجوم رو بنویسه، تاریخ علم مثلا در جهان بنویسه،
بعد ما بهش بگیم که قسمتی که مثلا نوشته که آره میگفتن زمین نمیدونم خورشید دور زمین میچرخه، زمین صاف، سر شاخ گاوی، از این صحبت، این مزخرفات چی نوشته نمیدونم فلان. این اشکال از نویسنده نیست که داره این تاریخ رو گردآوری کرده و داره این رو با صداقت مطرح میکنه که آیندگان بدونید که در گذشته یک عده هم اینجوری فکر میکردن زمین رو سر شاخ گاوی است. خب پس به همین دلیل اشکالاتی که آقای شاملو به خصوص متاسفانه حالت توهین‌آمیزی که نسبت به خود فردوسی صحبت کرد، به نظر من خب قطعا کار نادرستی بود. این اشکال به هیچ عنوان اگر ما میتونیم به مثلا داستان‌ها و مفهوم مطالبی که در شاهنامه اومده اشکال منطقی وارد بکنیم، همین کاری که من الان میخوام خدمت دوستان انجام بدم، بگیم آقا این مثلا اینجوری بوده، این مفاهیم اینجوری بوده، این درست نبوده. درست مثل اینکه راجع به اینکه زمین صاف نبوده، مثلا کروی بوده و این چیزا بخوایم صحبت بکنیم، راجع به میتونیم حق داریم صحبت بکنیم، ولی اینکه بخوایم کار فردوسی رو نفی بکنیم که نه این مرض داشته و خلاصه آدم درستی نبوده که برداشت این کار رو کرده، نه، این ایراد به فردوسی وارد نیست. فردوسی زندگیشو گذاشت برای اینکه چیزهایی رو که شنیده بود، دیده بود در دوران خودش و فکر میکرد که اینا داره از بین میره، اینها رو حفظ بکنه و برسونه به دست آیندگان. حالا آیندگان اینها رو میخونن، راجع بهش فکر میکنن، تصمیم میگیرن، مقایسه میکنن با تاریخ‌های دیگه، با اطلاعاتی که ممکنه از بعدها به دستشون برسه، ببینن کدوم درسته، کدوم غلطه، چی هست، چی نیست. بنده با فردوسی هیچ میونه خوشی ندارم. دعوتتون میکنم برید 5-6 صفحه اول شاهنامه رو بخونید، ببینید اصلا ابیاتی از این سست‌تر و بی‌بندی‌تر میشه یا حالا کار به چیز خارجیش هم نمیشه. یا مثلا فرض کنید فردی که یک جا ادعا میکنه که نه فرهنگ بسیار، ما باید فرهنگ اصیل خودمون رو حفظ بکنیم و نمیدونم این صحبت ها. من فقط یه توصیه کردم که واقعا هویت ملیمون رو از دست ندیم، بدونیم که به هر حال قبول داشته باشیم که همیشه ایرانی خواهیم بود و در اولین فرصت به داد اون جامعه خواهیم رسید. بعد راجع به موسیقی ایرانی با حالتی بسیار زننده و توهین‌آمیز صحبت میکنه. تمام مجموع این موسیقی سنتی رو یا با تار یا با نمیدونم کمونچه یا با یک ساز دیگه ای بنشینید 1 ساعت 8 صبح تا ظهر همش رو بزنید، آخه این شد موسیقی. از یه پیش درآمد شروع میشه، یه 4 مضراب میزنه، بعد یارو عرعر میکنه، بعد یه تصنیف میکنه، بعد یه نمیدونم رنگ نمیدونم چی میزنه، تمام. دیگه اینقدر نفرت زدم از این موسیقی که اصلا حوصله گوش دادن شدم. خب موسیقی یک چیز سلیقه‌ای است. گوش مردم ملل مختلف از بچگی در محیط خودشون به یک سری صداها عادت میکنه، به یک سری فواصل موسیقیایی عادت میکنه و از اون صداها خوشش میاد. صداهایی که فواصل موسیقی که ما به گوشمون خوشایند میاد، مثلا با ویولون شخصی مثل پرویزی یا حقی میزنه، این رو اگه برای یک ژاپنی یا چینی بزنید سرسام میگیره، میگه این صدای وحشتناک چیه در میاری. همونجوری که اگر یک چینی یا ژاپنی فرض بفرمایید آرشه رو بر ویولون یا بر ساز خودش چیز بکنه، به گوش ما خوشایند نمیاد. چرا؟ برای اینکه گوش ما به اینها عادت نداره، مگر افرادی که بی تعصب شروع میکنن به آموزش دادن به گوششون و سعی میکنن موسیقی‌های مختلف رو هم به اصطلاح بشنون و گوششون رو عادت بدن به این موسیقی‌ها که بتونن از همه موسیقی‌ها استفاده بکنن. خب پس بنابراین موسیقی یک چیز به اصطلاح قانون فیزیکی نیست که بگیم کی از چی خوشش میاد، چی بدش میاد. هر ملتی برای خودش در طول داستانش بالاخره به یک موسیقی رسیده. همه موسیقی هم زیبان، همه تشکیلات زیبان. موسیقی موقعی که با ادبیات مخلوط میشه، یعنی از صوت خالی و کاری که روی صدا انجام میشه میاد کنار و واژه‌هایی بهش اضافه میشه همین ترانه‌ها و این تشکیلات، اونجا ما میتونیم راجع به یک سری موسیقی ها بگیم که آقا این موسیقی غلط، بد، مبتذل، خوبه، نمیدونم خیلی خوبه، هرچی هست. چرا؟ چون حالا واژه‌هایی رو داره بیان میکنه که این واژه‌ها ممکنه مثل متأسفانه خیلی از ترانه‌های امروزی سرشار از فحش‌های رکیک باشه. خب اینو میشه گفت آقا این موسیقی خوبی نیست، زشته، ولی به صورت کلی به یک موسیقی شما نمیتونید ایراد بگیرید.
خب ولی متاسفانه آقای شاملو مثلا این کار رو هم کرد. به آقای شاملو خیلی اشکالات دیگر هم میشه وارد کرد. به مثلا سابقه فعالیت‌هاش در چه مقاطعی از چه چیزایی حمایت کرده، حمایت نکرده، چی گفته، چی نگفته، همه اینا راجع به هر انسانی میشه این کارو کرد. انسان ها ممکنه در طول زمان تغییر هم بکنن که بسیار هم خوب، انسان بایستی در طول زمان تغییر بکنه. ولی به هر صورت آقای شاملو در ارتباط با شاهنامه البته گفتم اگرچه مطالب نادرستی رو عنوان کرد، با زبان ادبی بیان نکرد، با زبان شاید بگم بی‌ادبانه بیان کرد، ولی به هر صورت نمیشه که همه حرفاش رو هم بگیم با یک شمشیر برانیم. نه، به نظر من، به دیدگاه من، برخی مطالبی هم که در ارتباط با شاهنامه فردوسی بیان کرد مطالبی است که ما باید در ارتباطش فکر بکنیم، تحقیق بکنیم و در مورد اونها بیاندیشیم. اگر درست بود، منطقی بود، بپذیریم، حتی اگر با مثلا پیش‌فرض‌های قبلی ذهنمون و یا دوست داشتن‌هایمان جور در نیاد. خب من باعث یک تذکر هم اینجا بدم و اون اینه که شاملو شاعر و مترجم بسیار خوبی بود و در زمینه شعر و ترجمه آثار بسیار خوب و انسانی از خودش باقی گذاشته و بنابراین این صحبت‌ها رو نباید با هم مخلوط کرد. همه انسان‌ها، همه افراد انسانی میتونند کارهای درستی انجام داده باشند، نظرات درستی داده باشند، کارهای غلطی انجام داده باشند یا نظرات نادرست ارائه کرده باشند. این فیلتر خرد ماست، به کمک، همونجوری که من همیشه میگم، به کمک روش علمی فکر کردن که بتونه به ما کمک بکنه که بتونیم اینها رو تفکیک بدیم و تشخیص بدیم. شخصی ممکنه 10 جمله درست بگه یا 10 کار درست انجام داده باشه اما 11میش اشکال داشته باشه، یا برعکس 10 تا کار اشتباه انجام داده ولی 11میش درست باشه. بایستی بتونیم اینها رو تفکیک بدیم و تشخیص بدیم. و به خصوص اون چیزی که خیلی مهمه در این که این فیلتر در ما ایجاد بشه که بتونیم این قدرت تشخیص رو داشته باشیم، مواقعی است که حالا افرادی اینها رو مخلوط میکنن اما با هدف خاصی. یعنی ممکنه یک شخصی 8 جمله در بین 10 جمله درست و گزاره، در بین 10 جمله و گزاره که منتقل میکنه 8 تاش درست باشه یا حتی 9 تاش درست باشه اما هدفش اون یک گزاره غلطی باشه که داره منتشر میکنه. اینجاست که انسان بایستی بتونه این فیلتر منطق و خرد و علمی فکر کردن رو در خودش به وجود بیاره، توسعه بده، قدرت بده که بتونه این تشخیص ها رو بده. به هر صورت لازم دیدم در ارتباط با انتقادهایی که کردم این رو هم بگم که به هر صورت بحث شعر و سروده ها و ترجمه ها و اینها در مورد احمد شاملو جای خودش داره که البته باز حتی در زمینه شعر هم مبحثی که دیوان، اون قسمتی که شاملو دیوانی، در واقع دیوان حافظ منتشر شده توسط شاملو، هم باز اشکالات و انتقاداتی برش وارده که اون هم بحث جداگانه فنی خودش رو داره. خب حالا دوستان عزیز، با توجه به همین چند قطعه کوتاهی که از این ویدیو خدمتون پخش کردم، آیا من چپم، ضد ایرانم، ضد فردوسی هم، دشمن شاهنامه هم، دشمن فردوسی هستم؟ آیا شایسته این هستم که به خاطر این صحبتهایی که کردم هزاران بار بیشتر بر سر مزار من پیشاب بکنند؟ به گفته دوستی که حالا نوشتهش و پاسخی که بهش دادم و خدمتتون نشون میدم. البته من با سیستم حکومتی سلطنتی و پادشاهی برای بشر امروزی بعد از گذراندن این همه تحولات و ماجراها و تجارب فرهنگی و اجتماعی مخالف هستم. یعنی این سیستم دیگه برای بشر امروزی
مناسب نیست از دید من. سیستمی هم که من در شهر رویاهای خودم برای یک حکومت تصور میکنم، همونجور که گفتم در شهر رویاهایم، سیستمی است که کمی هم در ارتباطش در اون ویدیو توضیح دادم و همون قسمت رو باز مجددا برای شما پخش میکنم که با دیدگاه من نسبت به حکومت مورد نظر من که هنوزم در جهان چنین حکومتی وجود نداره آشنا بشید. خب حالا من از شما درخواست میکنم که متنی رو که یکی از دوستان در زیر این ویدیو برای من نوشته بود، این متن رو با هم بخونیم، ببینیم و پاسخ من رو هم به این متن بشنوید. این پاسخ و این پرسش رو تقریبا چند روز بعد از انتشار این ویدیو من تهیه کردم و در یوتیوب در دسترس هست. نوشتن که با سلام جناب شریعتی و با آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما. بنده نه حضرت عالی را میشناسم و حتی نمیدانم شما راجع به شاهنامه چه نظری دارید. ببینید میگه اصلا نخوندم، نمیدونم شما چی گفتی، ولی خائنی، دروغگویی، چپی، ضد شاهنامه هستی، ضد فردوسی هستی و مطالبی که حالا میبینی. ولی آنچه که برای بنده بسیار مهمت این است که چرا خیلی ها مانند آن مرحوم که در فرانسه در گورستان فلان دفن است و فلان و فلان دست از سر این کتاب بر نمیدارند و هر زمان که فرصتی کذایی برایشان پیش میآید صاف میروند سراغ شاهنامه و هیچ کار دیگری، چون میدانند این کتاب مستقیم به هویت و شناسنامه هر کس که ایرانی هست و خود را ایرانی میپندارد قلم را شمشیری میسازند و سخت با کینه ای چندین برابر مضاعف بر این کتاب و نویسندش میتازند که آقا کجایید که فردوسی خیال کرده و ابدا در ایران چنین افرادی نبودند و چنین پادشاهان خردمندی فلان و فلان و. خب همچنین که میبینید این دوست عزیز ما بلافاصله چماق رو برده بالا و زده تو سر من که شما هم فکر برخی از افراد طیف چپ هستی که در گورستان معروف پرلاشز پاریس دفن هستن. در حالی که من بارها گفتم که من نه چپم نه راستم، از هیچ کدومم خوشم نمیاد، نه شرقی هم نه غربی هم. اون چیزی که برای من اهمیت داره انسانیت و در کنار روش علمی فکر کردن و علمی اندیشیدن بر اساس شواهد و مدارک. از نوجوانی هم من به علم فیزیک و نجوم علاقه‌مند بودم. در این زمینه خیلی مطالعه می‌کردم، در زمینه ادبیات مطالعه می‌کردم، چون مثل هر خانواده یا هر شخصی در هر خانواده در هر نقطه دنیا که به دنیا میاد محیط به اصطلاح 20 سالگی اطرافش تحت تاثیر اون قرار داده. من هم در ایران و در یک خانواده مذهبی به دنیا اومدم، بنابراین مطالعات مذهبی هم داشتم. من تقریبا اغلب کتاب‌های دینی رو مطالعه کردم، کتاب‌های ادیان بزرگ رو مطالعه کردم، حتی در زمینه دین هم مطالعه کردم. ولی بحث اینه که شما فوری بیای چماق بزنی که تو چون داری این صحبت میکنی شما پس چپی، شما راستی، شما شرقی، غربی، مربوط به این مذهبی، مربوط به اون مذهبی. اینها به نظر من شیوه جوانمردانه نیست. مذهب من انسانیته، روش من علم فکر کردنه. هر چیزی که مخالف انسانیت باشه مربوط به هر طیفی که باشه، چپ، راست، شرق، غرب، هر دینی، هر مذهبی، هر چی که باشه از نظر من باطله و من ازش دوری میکنم. خب ببینید، حالا بذارید بقیه‌اش هم بخونم که فکر نکنید حالا مطلب و چیز روی تصویرم بهتون نشون میدم. و بعد میگن که اگه واقعا بی بغض و کینه و اهل انتقاد و مطالعه و تحقیق و روشنگری هستید، خلاصه اینقدر چیزهای دیگه دور براتون هست که بعد میرسید سراغ به این نتیجه میرسید که باید برید سراغ حکیم فردوسی و کتاب ارزشمند شاهنامه را قابل پرستش به اصطلاح در نظر بگیرید و هم رتبه با کتاب‌های مقدس. خب ببینید دوستان، در فرهنگ تقریبا همه ما آدم‌های ساکن این سیاره خاکی این مطلب وجود داره که وقتی که می‌خوایم مطلبی، شخصی، کتابی، چیزی رو از حیطه پرسش،
خارج بکنیم و دیگه مسئول بداریم از پرسش و تحقیق و سوال و جواب، میگیم اون شخص یا اون شیء یا اون کتاب یا اون نوشته مقدسه. یعنی دیگه راجع به این قضیه دیگه شما سوال و جواب حق نداری بکنی، این خارج از درک ما انسان هاست و بایستی همینی که هست بپذیریم. بعد ادامه دادن که استدعا میکنم ما را به حال خود رها سازید که هیچ نیازی به ابراز عقیده امثال آن مرحوم که گفتند بر سر قبرش در بلاشز آن کردن که استحقاقش بود. مقصود آقای ساعدی است که در این قبرستان عده‌ای رفتن و بر سر مزارش ادرار کردند که استحقاقش بود. بعد تو پرانتز نوشتن منظور شما نیستید آقای شریعتی، چون همونطور که در اول گفتم نمیدانم شما چه گفتید و قضاوتی ندارم. نیز دیگر قلم فرسایی نکنید که مطمئن هستم بر سر قبر آن مرحوم هرچه کردند بر سر مزار شما 2 چندین هزار خواهند کرد. از شما را نکن. ببخشید خیلی سعی دارم که همواره حیطه ادب را جانب بدارم، مشخصه، و امیدوارم که فردی را با کلماتی نرنجانم. سپاسگزارم، موفق باشید در جهت بهتر شدن انسانیت در کشورم. خب ببینید، متاسفانه ما اغلب مردم همین گونه هستیم. ببینید این دوست عزیز من براشون نوشتم که از قاتل یک نویسنده پرسیدن که چرا این بابا رو کشتی؟ گفتش که چون کفر میگفت. ازش پرسیدن که این کتاب و نوشته هاشو خونده بودی؟ گفت نه. حالا ببینید متاسفانه درصد بالایی از ما مردم، نه در ایران، در همه دنیا شاید همین گونه هستیم. ببینید این دوست عزیزمون میگه که من البته نخوندم که شما چی گفتی راجع به شاهنامه و تشکیلات این صحبت ها، ولی اون پیشفرض ذهنیشون، چیزی که در ذهنشون داره، اگه کسی راجع به شاهنامه چپ به قول معروف نگاه کرد، گفت بالا چشت ابرو یا چیزی گفت که خلاف باور پیشفرض من هست، این خائن، چپ، نمیدونم چیه و همینجوری بشمار برو جلو. حالا همین فرد که الان مهر تقدس زده بر روی شاهنامه و نشنیده سخن من، میگه که شما خائنی، این شخص میره در جای دیگه با شخص دیگری که کتاب دیگری رو مقدس میدونه میخواد وارد بحث و نزاع بشه که تو چرا نمیذاری من در ارتباط با این کتاب پرسش هایی رو مطرح بکنم. به همین دلیل دیگه من واقعا در زندگیم به این نتیجه رسیدم و این رو بارها نوشتم و در همه جا گفتم و نوشتم که ما اغلب به همون دلایل محکوم هستیم که دیگران رو محکوم میکنیم. در ارتباط با داستان به اصطلاح حکومت‌های روز هم، حالا من همینجا یک تذکری بدم از نظر دیدگاه خودم. من شخصاً ارشد خدمت شما سیستم پادشاهی رو، سیستم مربوط به جهان امروز دیگه نمیدونم. حتی در ارتباط با بحث تفکیک قوا هم در شهر رویایی من، بالاخره هر کس در ذهنش میتونه یک شهر رویایی داشته باشه. در اون شهر رویایی من حتی بحث 3 قوا هم به نظر من، یعنی من در ذهنم در اون شهر رویایی قانونش رو بر مبنای 5 قوه به اصطلاح تصور کردم که تازه این 5 قوه باعث، یعنی 3 نه و 5 شخصی هم که به عنوان رئیس قوه مجریه در رأس هر صورت کارهای اجرایی حکومت قرار میگیره، از نظر من اختیاراتی تقریبا در حد همون پادشاهی داره که در سیستم های سلطنتی وجود داره. اما با این فرق که این شخص توسط این 5 قوا کنترل میشه به نحوی که هر کدوم از این 5 قوا و جداگانه مردمی که صاحب این 5 قوا هستن بتونن هر لحظه که اراده کردن بتونن این شخص به اصطلاح حاکم رو ارشد خدمت شما بیارن پایین از قدرت
و یا تغییری درش ایجاد بدن. منتها خود اون شخص هم این قدرت داره که بتونه در همه این به اصطلاح کارها به اصطلاح دخالت بکنه و بتونه کارهایی رو زمانی انجام بده. مثلا به عنوان مثال شخص حاکم، رئیس قوه مجریه در قانون شهر رویای من میتونه درخواست بکنه از مردم که آقا جان این قوه قضاییه یا این قوه مقننه مجلس این به درد نمیخوره، هماهنگ نیست، به درد نمیخوره و بایستی تغییر یا تعویض بشه. این قدرت رو داره، اما مشروط بر این که مردم حمایت بکنن، یعنی بایستی این رو به نظرخواهی بگذاره. حالا مردم اگر نظر مجلس یا قوه قضاییه یا اون چند قوه دیگر رو تایید کردن، اینجا اون شخص رئیس اول مملکتی که بایستی تسلیم بشه، و اگر نه تایید نکردن، حالا اون مجلسی که یا اون قوه قضاییه‌ای که نسبت به این قضایا مخالفت کرده با خواست مردم، اونه که میره زیر سوال و باید تغییر بکنه. یعنی این 5 تا قوه و مردم همیشه هوای همدیگر و هوای مثلا حکومت رو باید داشته باشن. حرف اصلی رو هم اکثریت مردم میزنن که معمولا حتی مردم اگر در جزء مردم درستی نباشن، در کل معمولا تصمیمات بهتری رو میگیرن. البته نه الزاما، نه همگی. به همین دلیل من شخصا به یک قوه دیگه هم به عنوان بر صورت افراد دانا و فرهیخته و باسواد و شاخصی که هم در اون مملکت هستن و صاحب اندیشه و فکر هستن، معتقدم که خود اونها هم بایستی تشکیل یک قوه رو بدن که اون هم بشه یکی از این قوه که بتونه تاثیرگذار باشه. خب پس ببینید، من شخصا افکار و باورها به کلی با این داستانها فرق میکنه، ولی خب این باورهای من در شهر رویایی منه. پس بنابراین اگر خواستیم فردوسی رو هم قضاوت بکنیم و یا این تشکیلات رو در نظر بگیریم، باید ببینیم که این داستانها و در چه زمان و در چه شرایطی اتفاق افتادن. خب حالا با این توضیحات یک نگاهی بکنیم به شاهنامه و مطالبی که در این شاهنامه اومده. خب حالا اگر به این مبحث علاقمند هستید، یعنی که شاهنامه فردوسی رو حالا و این افسانه‌های اسطوره‌ای رو از یک دید دیگه که خدمتتون عرض کردم نگاهی بهش بندازیم و درباره‌اش فکر بکنید و بهش بیاندیشید، همین 2 ویدئو همچنان در یوتیوب و همچنین در کانال تلگرام افسانه هستی من وجود داره. میتونید مراجعه بکنید و این 2 ویدئو رو عیناً تماشا بکنید. ولی خب امیدوارم که این دفعه دیگه با حوصله و با صبر و شکیبایی از ابتدا تا انتهای هر 2 ویدئو رو با دقت و در فرصت مناسب بر صورت مشاهده بکنید. الان هم که من دارم این ویدئو رو تهیه میکنم، حقیقتش ما در تهران در شرایط جنگی هستیم و الان چیزی حدود 10-12 روزم هست که اینترنت به کلی قطع شده و من اصلا نمیدونم که این ویدئو هم که دارم درست میکنم اصلا به پایان میرسه یا نمیرسه، و اگر هم برسه و آماده بشه فعلا امکانی که براش این رو بتونم منتشر بکنم و در یوتیوب یا کانال قرار بدم وجود نداره. به هر صورت امیدوارم که اگر این روزگار تلختر از زهر به سر آید و بار دیگر روزگار چون شکر آید، من بتونم این ویدئو رو در کانال قرار بدم که شما بتونید استفاده بکنید. هم این ویدئو هم به هر صورت ویدئوهای دیگه، نوشته های دیگه، اینها رو بتونیم به هر صورت به اشتراک بگذاریم و ایده هام رو با هم به اشتراک بذاریم و در ارتباطش صحبت بکنیم، با امید آرزوی این که به روزی برسیم که بتونیم به راحتی در ارتباط با افکار همدیگه با هم صحبت بکنیم بدونی که بخوایم به دیگری بر صورت تهمتی بزنیم یا با خشونت رفتار بکنیم. فقط و فقط ملاکمون صحبت کردن از دید منطق،
خرد، روش علمی و انسانیت باشه، با محور انسانیت، و به هر صورت به جایی برسیم که همونجوری که گفتم به این شکل نباشه که دیگران رو به همون دلایلی محکوم بکنیم که خودمون به همون دلایل محکوم هستیم. به هر صورت ممنون از توجهتون، با امید روزهای خوب. اما در زمینه خدا و خالق جهان، با اینکه من اصلا وارد این حوزه هیچ وقت سعی میکنم نشم، به این سوالها درگیر این سوالها و پرسش و پاسخها نشم، ولی عملا اجتناب ناپذیره که راجع به کیهان و نجوم و ستاره و سیارات و آغاز جهان و پایان جهان و این چیزا صحبت بکنه و بعد درگیر این پرسش نشه که خب حالا این جهان بالاخره خالقی داره یا خالقی نداره، خدایی هست یا خدایی نیست. من یک نوشته به اسم خدا از دیدگاه دانش امروز در همین مورد تهیه کردم، نوشتم که به صورت PDF در وبسایتم هست. اگر به این پرسش علاقه‌مندید این رو میتونید از وبسایت تهیه بکنید، اونجا با دقت بخونید. اون چیزی رو بخونید که من نوشتم، اون چیزی رو نخونید که خودتون دوست دارید بخونید یا فکر کنید که من نوشتم. اون چیزی رو بخونید که من نوشتم، اون چیزی رو نخونید که خودتون دوست دارید بخونید یا فکر کنید که من نوشتم. دقیقاً همون چیزی رو که من نوشتم بخونید. اما به صورت خلاصه و هر صورت لب مطلب اینه که به نظر من معرفی برخی از تولیدات صوتی و تصویری از سال 1385، همگی تقدیم به زنده‌یاد همسر نازنینم افسانه. شگفتی‌های جهان هستی، کیهانشناسی به زبان ساده، افسانه هستی، نسبیت به زبان ساده، زیستشناسی، تکامل و ژنتیک به زبان ساده در 16 قسمت. جهانهای موازی از علم تا شبه علم. نجوم به زبان ساده در 10 قسمت. سیاهچاله‌ها به زبان ساده. اتم‌ها و ذرات بنیادی در 3 بخش. مبانی فیزیک به زبان ساده در 4 بخش. نجوم مقدماتی به زبان ساده و برای همگان در 1 جلسه. تاریخ علم در 4 جلسه. از نقطه آبی رنگ پریده تا تابش زمینه کیهانی، آشنایی با تولد و مرگ ستارگان، خوشه‌های ستاره‌ای، خوشه‌های کهکشانی، ابرخوشه‌های کهکشانی، فرا ابرخوشه‌های کهکشانی، مهبانگ، تورم، مدل‌های کیهانشناسی، ماده و انرژی تاریک و تابش زمینه کیهانی، در 1 سفر علمی، فرهنگی و فلسفی از دل یک کبیر در 2 قسمت. نگاهی به مدل‌های عالم از ابتدا تا کنون، سیاهچاله‌ها، کرمچاله‌ها، ابعاد اضافی، سفر در زمان و بدفهمی‌های خواسته یا ناخواسته پیرامون مسائل حاشیه علم. نگاهی به عظمت سیاره زمین و اطلاعات نادرست و شبه علمی در مورد آن. از مهبانگ تا مغز آدمی در 10 قسمت. نگاهی علمی، فلسفی و فرهنگی به شگفتی‌های جهان هستی و مغز آدمی و 4 روشی که تاکنون بشر برای پاسخ به پرسش‌های ذهن به آنها مراجعه کرده است. تکامل و چالش‌های فلسفی و مذهبی آن، تک‌سلولی‌ها، تکامل، انتخاب طبیعی و قوانین وراثت، چگونگی ساخته شدن پروتئین‌ها در سلول، پیدایش حیات DNA، نظریه داروین و لقاح تا تولد انسان، تحول موجودات از مرجان‌ها تا انسان، آشنایی مختصری با الکترونیک و دیجیتال و ساختار حافظه در آنها، تفاوت مغز ما با نئاندرتال‌ها، فیزیک کوانتوم و تأثیرات فلسفی آن و نیز انتقال انسان از طریق امواج، تحول در رایانه‌ها، اهمیت حافظه و نگاهی به سلول‌های عصبی، انعطاف پذیری عصبی،
دستگاه های فانکشن امارای، سیناپس ها و حافظه، ذهن چیست و من کیست، عملکرد بخش های مختلف مغز انسان، مسئله خواب و در بخش دهم آشناپنداری، تجارب نزدیک به مرگ، اعتیاد و مغز، ربات ها، مرگ، روح و مسائل متفرقه. آموزش فارسی و ریاضیات دوره ابتدایی برای افراد بالاتر از 10 سالی که به هر دلیلی از تحصیلات ابتدایی محروم ماندند. 15 5 رو می‌نویسیم، یکیشو اینجا نگه می‌داریم. 6 یکی 6 با 1 7. خب پس این حاصل ضرب 6 بود در 125. حالا 2 رو در 125 ضرب می‌کنیم. 2 5 تا 10 تا. منتها این دفعه چون یه رقم اومدیم اینجا، از اینجا هم یه رقم میایم به این طرف، یعنی زیر 5 یا زیر ردیف دهگان حاصل رو می‌نویسیم. 2 5 تا 10 تا. صفرشو اینجا می‌نویسم، یکیشو اینجا نگه می‌دارم. 2 تا 4 تا با این یکی میشه 5 تا. 2 یکی 2 تا. یه خط میکشیم، اینا رو با هم جمع میکنیم. 0 5 و 0 5 7 و 5 12. 2 شو می‌نویسم، یکیشو به این اضافه میکنم 3. پس حاصل 125 ضرب در 26 شد 3250. آشنایی با ریاضیات دوره دبیرستان و نیز مفهوم مشتق و انتگرال و علاوه های ضرب در سه. این با این برابره. حالا فرض کنید که ما این معادله رو داشته باشیم x2 به علاوه 2x منهای 3، یک تمرین عملی. اگر چنین انتگرال خاصی بگیری، یعنی انتگرال آ تا ب f(x) dx، این کار انجام بده. و سرانجام مطالب متنوع دیگری از جمله بوزون هیگز، در همتنیدگی کوانتومی، تلسکوپ جیمز وب، طلوع و غروب‌های خورشید و مطالب متفرقه دیگر در زمینه نجوم و کیهانشناسی. برخی از تولیدات صوتی. اسم من هیچ کس است. داستانی حقیقی، صادقانه، عاشقانه، ابلهانه و طنزآلود از یک زندگی. برای آنها که به اقتضای سفر زندگی باید همه این راه‌های تکراری را بروند، با امید اینکه آسان‌تر و بهتر از من رفته و به مقصد درست تری هم برسند. جنگ سخن. ارزش انسان به کارهایی نیست که به سبب حوادث انجام می‌دهد، بلکه به سبب کارهایی است که به رغم حوادث انجام می‌دهد. بخشیدن دشمنان آسان است، اگر می‌توانی دوستت را ببخش. از رودکی تا حافظ. اما حافظ گرچه افکار خیام رو داره، اما برخلاف خیام امید رو به کلی قطع نمی‌کنه و نقطه امیدی هرچند به صورت شک در مقابل خواننده اشعارش قرار داده. اما خیام یک دانشمند و ریاضیدان منجمه و ذهن کنجکاوش در تلاش حل منطقی معماهای جهانه و بنابراین مانند یک ریاضیدان با قضایا برخورد کرده و به دنبال پرده برداری از اسرار اون بوده و با قاطعیت و در کوتاه‌ترین نوع شعر و درست مثل یک فرمول ریاضی نظراتش با قاطعیت بیان کرده و جای هیچ شک و تردیدی رو هم باقی نگذاشته. خیام میگه آورد به اضطرابم اول به وجود، جز حیرتم از حیات چیزی نفزود. رفتیم به اکراه و ندانیم چه بود، زین آمدن و رفتن و بودن مقصود. اما حافظ که شاید هیچ کنجکاوی و علاقه یا اعتقادی به جنبه علمی و ریاضی قضیه و حل علمی این معماها نداره، میگه که
حدیث از مطرب و می گوی و راز دهر کمتر جوی، که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را. آن که پر نقش زد این دایره مینایی، کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد. ساقیا جام میم ده که نگارنده غیب، نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد. از رودکی تا حافظ. اما با وجود این حافظ چیزی گفته که فکر نمی کنم هیچ متفکر و محقق و دانشمندی در جهان در آخر سر به اون نرسه. حافظ میگه در فراق یار. اما راستش فکر کردن به این مسائل هیچ فایده ای نداره. هرچی بیشتر فکر کنی بیشتر زجر میکشی. یادت همیشه میگفتم من درد اندیشیدن رو به آرامش جهل ترجیح میدم. اما اگه به هیچ کس نگی فقط در گوش خودت میگم که ولی خوش به حال اونایی که هیچی نمیفهمن. راستش حالا میفهمم که چرا اینقدر حافظ و خیام از می حرف میزنن. می یعنی نفهمیدن. می یعنی بیخیال. گزیده‌ای از رباعیات خیام. آنها که کهن شدند و آنها که نوند، هر یک به مراد خیش یک تک بدوند. وین ملک جهان به کس نماند جاوید، رفتند و رویم و دیگر آیند و روند. مفهوم زندگی. اما با وجود همه اینها من تقریباً به این نتیجه رسیدم که شاید مفهوم و حتی هنر زندگی کردن را بشه تنها در 4 واژه خلاصه کرد و اون واژه ها عبارتند از عشق، امید، تلاش و سرانجام پذیرش. هنر عشق ورزیدن در همین دوران بسیار کوتاهی که در همین جهان زشت و بی‌معنی و سرشار از ظلم و بی‌عدالتی که در اون زندگی می‌کنیم و امید به امکان تغییر شرایط، تلاش برای ایجاد تغییر و سرانجام هم پذیرش این که علی‌رغم همه اینها ممکنه نتیجه مورد نظرمون بنا به دلایل زیادی حاصل نشه. به هر حال گام اول این مسیر بی انتها، دشوار و اسرارآمیز با نیروی عشق. عشق به هم نوع و غیر هم نوع، عشق به جاندار و بی جان، عشق به هم فکر و هم دل، به همسر، فرزند، خانواده، قبیله، شهر، کشور و خلاصه عشق به همه ساکنان این جهان. عشق به انسانها از هر نژاد و رنگ و زبان و لهجه، عشق به حیوانات و طبیعت، عشق به مفید بودن برای خودمون و دیگران و سرانجام هم عشق به دانستن و خوب بودن. فروغ فرخزاد که برای تهیه فیلمی از زندگی جذامیان مدتی رو با جذامیان گذرانده بود، در خاطراتش می‌نویسه که در میان جذامیان زنی را دیدم که تقریباً چیزی به نام صورت نداشت. دهانش چون سوراخی در وسط فضای صورتش بود، اما در جلوی آینه نشسته بود و با یک رژ لب قرمز سعی می‌کرد آن حفره را زیباتر کند. در ادامه می‌نویسه که از آن روز هر وقت آدم‌هایی را می‌بینم که مدام غر می‌زنند و خود را بدبخت ترین مردم جهان می‌دانند، به یاد آن زن جذامی می‌افتم که در آن شرایط هم تلاش می‌کرد وضع خود را بهتر و خود را زیباتر کند. زنی که برای من نماد زندگی شد و به من آموخت که همیشه و در هر شرایطی میتوان به رخ دادن یک اتفاق خوب امیدوار بود. ساعت درس مدرسه در 2 نوبت صبح و عصر بود و این یعنی 4 بار حرکت در مسیر خانه تا مدرسه که از بدترین و تلخترین ساعات روز و عمر من بود. زیرا در این فاصله نگاه هایی که زجرم میدادند دیگر محدود به بچه ها و معلم های مدرسه نبود. در خیابان
هزاران چشم وقیحانه و با خنده های مشمئز کننده براندازم می کردند. مرا به یکدیگر نشان می دادند و پوزخند می زدند. خنده ای که هرگز نتوانستم بفهمم برای چیست. برخی وقتی که از کنارم رد می شدند نگاهم نمی کردند، اما وقتی از من دور می شدند بر می گشتند و مدتی مرا برانداز می کردند و این را من با تمام وجودم احساس می کردم، اگرچه پشتم به آنها بود. و سرانجام مستندهای سیر و سفر، از جمله مستندهای کبیر. از طریق صفحه اول وبسایت به سادگی می توانید به تمامی این تولیدات دسترسی داشته باشید. تمامی این تولیدات به صورت رایگان از طریق اینترنت در دسترس می باشند، اما در صورت تمایل می توانید آنها را بر روی فلش دیسک خریداری کنید.